سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. این اولین ویدئوی این کاناله. تو این کانال قرار هر شب یکی از شخصیت‌های تاریخی رو براتون معرفی کنم. پس قبل از دیدن این ویدیو، برای اینکه انرژی بگیرم، حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما هم سابسکرایب کنید. امشب میخوام راجع به یک شخصیتی حرف بزنم به نام لی شیشی. داستان لی شیشی روایت زنیه که در سایه عشق و خیانت برای آزادی جنگید. چهره‌ای که شاید گمنام مونده اما اثری پاک نشدنی بر تاریخ گذاشته. در قرن 12 چین در دربار پرزرق و برق امپراتور هویزون زنی زندگی میکرد به نام لی شیشی. اون نه تنها زیباترین زن بود بلکه باهوش و هنرمند هم بود و در شاعری و موسیقی هم بی‌نظیر بود. امپراتور هم به خاطر همین چنان شیفته اون بود که بارها از کاخ خودش پنهانی فرار میکرد تا شبها رو در کنار اون بگذرونه. اما لی شیشی فقط یک دلبر درباری نبود. اون پنهانی با شورشیانی که علیه فساد دربار می جنگیدن همکاری می کرد. اون از ارتباطش با امپراتور استفاده می کرد تا اطلاعات مهم رو به شورشیان برسونه. یه روز ارتش مغول به چین حمله کرد و امپراتور مجبور به فرار شد. لی شیشی هم که زندگیش توی خطر بود ناپدید شد. حالا اینجا دوتا تئوری هست. برخی میگن اون برای فرار موهاشو تراشید و راهبه شد و برخی دیگه معتقدن اون در راه مبارزه جان باخته. راز زندگی و مرگ اون هنوز هم در میان مه تاریخ پنهانه.